33 نفر از محبوسان محبس رقم 3 شهر خوجند از بازداشتگاه شهر خوجند در هفته گذشته به بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه انتقال داده شدند. پیوندان آنها از این حالت خیلی نگران شدند و تنها بعد از آن که غذا برای نزدیکانشون به بازداشتگاه شهر خوجند بردند، در اونجا مسئولان بازداشتگاه گفتند که آنها دیگر در این بازداشتگاه نیستند، آنها را به دوشنبه انتقال دادند. این خبر را سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان نیز تصدیق نمودند. از جمله گنرال منصور جان عمروف سردار سرریاست اجرای جزای وزارت عدلیه تاجیکستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تدبیر به خاطر امنیت و بی‌خطری گرفته شده است. یعنی وی گفت که از بس که اکثر اینها اعضای گروه‌های تروریستی هستند، از جمله اعضای گروه داعش یعنی معروف به دولت اسلامی هستند، میتوانند به ناآرامی‌ها شاید یا که به آشوب دست بزنند. از این رو آنها به دوشنبه آورده شدند و تحت نظارت قرار دارند و در اینجا دادگاه عالی تاجیکستان در نزدیکترین فرصت حکم آنها را اعلان خواهد کرد. اما این وضعیت بیشتر نزدیکان آنها را در تشویش گذاشته است، زیرا آنها نمیدونند که با فرزندان آنها که به دوشنبه آورده شدند چی مناسبت کرده خواهد شد. مادران یکی از این محبوسان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از آن که آنها آگاه شدند که فرزندانشان را به دوشنبه آورده اند و در نظر دارند که روز 6 ایون به دوشنبه آیند و منتظر حکم دادگاه بمانند. تاجیکستان در ظرف 6 ماه آخر شاهد آشوب‌ها در 2 محبس تاجیکستان شد که هر دو این آشوب‌ها پرقربانی و مرگبار بودند. بعد از 6 ماه حادثه زندان رقم 3 شهر خوجند، اینک در محبس وحدت معروف به کرپیچ نیز روز 19 می همین گونه آشوب برخاست که جان 32 نفر را با شمول کارمندان زندان گرفت. در حال حاضر دادستانی کل تاجیکستان با تأسیس یک گروه کاری این حادثه را سنجیده ایستاده است و تا حال حاضر در نسبت 25 نفر از محبوسان وحدت پرونده جنایی باز کرده است و همچنان سنجش خود را ادامه داده ایستاده است.